تا الان با خمیر نون بربری پیتزا چگودین، نتیجهش فوق‌العاده بود. بشین با هم دیگه امتحان بکنید. یه ظرف آردپاشی بکنید، خمیر بربری بهش اضافه بکنید، 2 تا تخم مرغ بهش اضافه کنید، یکم ورد بدید، بنید 1 ساعت استراحت بکنید. کف ظرف روغنی و آردپاشی بکنید، پف خمیر بگیرید، بعد ظرف من پهن کنید. ارتفاع خمیر نیم سانت ببین، چون خمیر نون بربری قشنگ پف کنه. بعد ایت چنگال امر تیریدین سر سوراخ کنید که قشنگ مخفوق. 1-2 دقیقه زمان خیاطا قشنگ خمیر خودشو بگیری. بعد بهش سس گوجه بزنیم، یه عالمه پنیر پیتزا خودم. مواد میانیشم دل بخوایه. ما از سوسیس و ژامبون و مرغ و سینه مرغ آبپز شده، فلفل دلمه‌ای سبز و نارنجی، یه عالمه قارچ آبپز شده و ذرت استفاده بوده. بعد اون رو هم پنیر پیتزا فودم، گوجه گیلاسی هم حلقه بزنیم برای خوشگل شدن، اون سر آویشن هم فودم. همین پنیر پیتزا که آبابی پیتزا هم آماده. راستی این ظرف خوشگلم که اون من پیتزا چودم کپشن من تک بودم. این پیتزای خوشمزه چکون تر نوش جان ببی تی بالا میسر.